میدونی فرزند اول خانواده بودن که از سخت‌ترین کاراست. تا حالا دیدی فرزند اول خانواده هم با ادب باشه، هم زود عصبی نشه، هم آروم باشه؟ آفرین، منم ندیدم. چون دقیقاً افتاده تو دوران ارزنده پدر مادرش. همون وقت که محض رضای مادر شوهر بچه دار میشدن، بعد نگاه کردن گفتن نه این یه جوریه، بذار چند تا دیگه بیاری. بعد هر کار با این اولیه کردیم با اون یکی نمی‌کنیم. هر جا هم آخریه خرابکاری به بار آورد میندازیم گردن اولیه. بعد گفتن آروم بودن و افتادگیمون رو تقدیم بچه‌های دیگه به غیر از اولی میکنیم. سری خط قرمزا هم میذاریم با چند تا در بسته. اینا فقط برای بچه اوله. برای بقیه بچه‌ها همه چی آزاده. به بچه آخری رسیدیم همونجا استوب میزنیم، میگیم این نور چشمی قربتن الله. هر کاری برای بچه اولی کردیم برای بعدیا بیشتر میکنیم. هر اشتباهی در حق اولی کردیم برای بقیه نمیکنیم. برای همین کاراست بچه اولیه دیوونه است. هر جا دیدیم ای وای حالا چیکار کنیم، بچه اولی و دومی گند زدن، خاک تو سر اولی. چطوریم؟